سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تأکید رهبر امارت اسلامی در پیام عیدی بر دفاع از حقوق مظلومین و مجازات ظالمین. اشتراک ارتش فرهنگی افغانستان در مسکو در نمایشگاه آثار هنری دیپلمات‌های خارجی. و ممنوعیت ورود وزیر امنیت داخلی اسرائیل به فرانسه. امروز یکشنبه سوم ماه جوزای سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. رهبر امارت اسلامی افغانستان امیرالمؤمنین شیخ هبت الله آخوندزاده در پیام عیدی خود گفته است که هیچ ظلم هر قدر قدرتمند باشد از مجازات در امان نمیماند. رهبر اسلامی افغانستان در پیام عیدی تاکید کرده است که با حاکمیت جدید در افغانستان از ظلم و تجاوز بر مردم جلوگیری می شود و حق مظلوم گرفته خواهد شد. او گفته است که هر فردی که بر مردم ظلم کند حتی اگر قدرتمند باشد سرانجام با ذلت و شکست روبرو خواهد شد. او همچنین از مسئولان خواسته است در برخورد با مردم عدالت را رعایت کند، دروازه‌های ادارات را برای مراجعه کنندگان نبندند و وظایف خود را بر خدمت و رفاه مردم بر بنیاد شریعت به گونه درست انجام دهد. فضل هادی حمزه ارتش فرهنگی افغانستان در مسکو در نمایشگاه آثار هنری دیپلمات‌های خارجی تحت عنوان رنگ‌های جهان که از سوی وزارت امور خارجه روسیه برگزار شده بود اشتراک کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در این نمایشگاه زبی پیکان نقاش افغان مقیم روسیه نیز آثار هنری خود را به نمایش گذاشته که مورد توجه ویژه بازگشت کنندگان قرار گرفته است. در نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی طرح‌های ساخت 3 مارکت تجارتی در زمین وزارت مالیه در ناحیه اول شهر کابل مورد تایید دانسته شد. معاونت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که در این نشست همچنان روی طرح ساخت 1 مارکت تجارتی دیگر در ناحیه 11 شهر کابل نیز بحث شده است. و در آخرین خبر، دولت فرانسه ورود ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل به خاک خود را ممنوع اعلام کرده است. ژان نوئل وزیر خارجه این کشور روز گذشته اعلام کرد که از امروز ورود ایتامار بن گویر به خاک فرانسه ممنوع است. وزیر خارجه فرانسه افزود که این تصمیم در پی اقدامات نادرست مقام اسرائیلی علیه شهروندان فرانسوی و اروپایی که اعضای کاروان جهانی سمود کاروان کمک رسانی به غزه بودند اتخاذ شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.